شاهنامه رو به نثر با همدیگه ورق بزنیم و این کتاب زیبا رو کشفش کنیم. پیشگفتار: حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی از حدود 319 تا حدود 397 هجری شمسی شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده شاهنامه فردوسی که مشهورترین اثر حماسی فارسی می باشد و طولانی ترین اثر منظوم به زبان فارسی تا زمان خود بوده است. نگارش شاهنامه در حدود 30 سال به طول انجامید. فردوسی در شاهنامه از دودمانهای پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان، ساسانیان نام برده است. آثار دیگری نیز به فردوسی نسبت داده شده است که اکثر صاحب نظران آنها را مردود دانستند.